فرمانده جبهه مقاومت ملی عبدالصمد حمزه در نهرین باغلان کشته شد. سلام و وقت بخیر. فرمانده جبهه مقاومت ملی در نهرین باغلان حدود ساعت 4 بامداد امروز جمعه 8 سرطان در درگیری با طالبان کشته شد. یک منبع نزدیک با او گفت که وی 5 عضو دیگر جبهه به قصد حمله به طالبان در روستای کهنه نهرین در خانه مخفی شده بودند که با حمله غافلگیرانه طالبان مواجه شدند. خیرالله پسر کاکای حمزه نیز کشته شده است. طالبان خانه محل اختفای نیروهای جبهه مقاومت را آتش زدند و شماری از ساکنان محل را بازداشت کردند. چند فرمانده جبهه مقاومت ملی گفتند که انتشار ویدیوی حمزه در اول سرطان و راه اندازی عملیات بدون مطالعه دقیق محلی که تحت فشار قدم شاه شمیم مسئول نظامی جبهه مقاومت صورت گرفت باعث به دام افتادن آنان شد. با باور این فرماندهان در نزدیک به 3 سال گذشته در موارد زیاد انتشار عکس و ویدیویی از اعضای جبهه مقاومت ملی باعث افشا شدن پناهگاه‌های آنان شده است.